هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، آیا ما در شب لیلة القدر چی را میبینیم؟ سلام و رحمت خدا بر شما برادران و خواهران عزیز. از سببی که ما در ماه رمضان قرار داریم، پس برایتون درباره شب قدر معلومات میدهیم. لیلة القدر چی معنی دارد؟ امام زهری و امام وراق گفتند که قدر به معنای شرف، عزت و منزلت می باشد. یعنی هر کسی که در این شب خواب نرفته، شب زنده‌داری کرده، خداوند را عبادت کند و به تلاوت قرآن مشغول شود، پس پروردگار به او عزت و شرف می دهد. خداوند در قرآن در پاره 30 یک سوره مخصوص به نام این شب نازل کرده است که نام این سوره قدر می باشد. خداوند در قرآن در سوره قدر در آیت 1 می‌فرماید: ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. پس معلوم شود که در این شب قرآن کریم به زمین آمده است. آیا می‌دانید که این شب قدر چیست؟ خداوند در قرآن در سوره قدر آیت 3 می‌فرماید: شب قدر بهتر از 1000 شب است. یعنی عبادتی که در این شب می‌کنیم از عبادت 1000 شب بالاتر است. دوستان من، شب قدر به تو دو چیز مهم را می دهد. یکم، در نامه اعمالت عبادت 1000 شبه نویسانده می شود. دوم، تمام گناهانت بخشیده می شود. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می گوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که در شب قدر برای نماز خواندن برخیزد، پس تمام گناهان او بخشیده می شود. دوستان من، تصور کن، زیرا آن عرق نوشی ها و آن خطاگی ها و آن گناهانی تو را پروردگار در یک شب نصف میکند و میبخشد. پس چرا در شب قدر خواب میکنی؟ چرا تا سحر بیداری نمیکشی؟ مگر راحت میخواهی؟ پس مرحمت یک شب عبادت کن، گویا تو 1000 شب عبادت کرده باشی. آیا از این در توفه کلان هست؟ البته نه. آیا میدانید که در شب قدر کی به نزد ما می آید؟ خداوند در قرآن در سوره قدر در آیت 4 می‌فرمایند: در شب قدر جبرائیل علیه السلام همراه ملائکه ها به زمین می آیند. پس هر کسی که به عبادت مشغول باشد، پس به او رحمت خداوند را می رسانند و تقدیر نیک را برایش می نویسند. تقدیر را تنها ملائکه ها می نویسند، نه اینکه جبرائیل علیه السلام. مادر عایشه رضی الله عنها به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در شب قدر ما چی دعا کنیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: در شب قدر این دعا را بخوانید، یعنی خدای تو بخشاینده هستی و بخشیدن را دوست می‌داری، پس گناهان ما را ببخش. این دعا در کتاب معارف القرآن و در تفسیر قرطبی آمده است. شب قدر در سنه 27 ماه رمضان می آید. ما از کجا می‌دانیم که شب قدر آمده است؟ شب قدر دارای نشانه‌های زیرین می باشد. در شب قدر وقتی که به آسمان نظر کنیم، آسمان صاف و به ابر است. نشانه دیگر این است که ستاره ها در این شب روشن‌ترند و در آسمان یک روشنی خوب نمایان است، مثل شب ماهتابی. بعضی مردم و یا زنها میگویند که ما در شب قدر به بیرون برآمدم، پس ریشه درختان را از بالا دیدم. یا بعضی ها میگویند که هر کسی که این شب را ببیند، پس تیز دعا بکند، پس خداوند به او طلا و یا پول میدهد. یا اینکه بعضی ها میگویند من در شب قدر به بیرون برآمدم، دیدم که دنیا چپگردان است. همه این سخنها دروغ هستند، پس شما باور نکنید. در شب قدر فقط رحمت الهی و بخشش گناهان است، دیگر چیز دیگری را نمیبینیم. در این شب باید پس از نماز خفتن تا برآمدن طلوع آفتاب خواب نکنیم، یعنی باید به عبادت مشغول شویم. آیا میدانید که دیگر کتاب ها کی نازل شدند؟ ابوذر غفاری رضی الله عنه میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: کتاب قرآن در شب 27 رمضان نازل شده است. کتاب تورات در شب 6 رمضان نازل شده است و کتاب انجیل در شب 13 رمضان نازل شده است و کتاب زبور در شب 18 رمضان نازل شده است و صحیفه های حضرت ابراهیم علیه السلام در شب 3 رمضان نازل شده است. فرصت غنیمت است و وقت داور. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.